سلام، چطورین؟ میخواستم راجع به صحبت کردن بهتون یه چیزایی رو بگم. ببین، من اصلا آدم اجتماعی یا حرف بزنم با کسی یا راحت ارتباط برقرار کنی نبودم و این برای من خیلی سخت بود. ولی چرا با خانواده، با دوستای خیلی صمیمی و توی دوست پیدا کردن خیلی حساس بودم. از بچگی اینجوری نبودم که راحت برم با همه تو مدرسه دوست بشم. خب حتما باید دوستم آدم امنی می بود، یعنی شبیه خودم بود. حالا بچگی یه سری اطلاعاتو نمیدونستم ولی همیشه تو ذهنم بود کسی که من انتخاب میکنم رفتارش، فرهنگش، خانوادگیش نزدیک من باشه، وقتی باهاش صحبت میکنم متوجه بشین، خیلی لولامون با هم دیگه فرقی نکنه و هزار تا از این جور چیزا. تصمیم گرفتم خب کتاب شروع کنم، یه ذره معاشرت رو یاد بگیرم، یکم صحبت کنم. و یه نکته دیگه، بعد دوست داشتم که این ارتباطه رو بتونم یکم راحت‌تر با آدم‌ها برقرار کنم، راحت‌تر صحبت کنم. من از بچگی زبونم دیر باز شد، ولی وقتی که باز شد برای خانواده دیگه تا الان بسته نشده. خب هر کی با من صمیمیه می‌بینه. ولی خب دوست داشتم این موضوع، این صحبت کردن خارج از کسایی که باشون صمیمی‌ام من باشه، یعنی قدرت معاشرتمو بیشتر کنم، بتونم ارتباط برقرار کنم. شروع کردم کتابای مختلف خوندن، ارتباط چگونه برقرار کنیم، نمیدونم یه عالمه کتاب راجع به این موضوع هم خوندم. حالا اسمشون دقیق یادم نیست، من اسم کتابا رو یادم نیست نرم ببینم. و اینکه یاد بگیریم صحبت کنیم. ولی خب چه صحبتی؟ من برام مهم بود وقتی با یکی ارتباط برقرار میکنم، مشتری یا هر چیز دیگه‌ای، بتونم صحبت‌های خوبی داشته باشم برای گفتن، حرف‌های خوبی داشته باشم برای گفتن، حرف‌های مفید. از اینکه غیر مفید بخوام صحبت کنم واقعا خوشم نمیاد. حرف مفید زدن مفیده و لازمش آگاهیه. لازمش اینه تو از چند تا منابع چیزای مختلف رو یاد بگیری، یا اگر خودت مهارت خاصی داری راجع به اونا صحبت کنی. من از اینکه بگم فلان، مثلا تا جایی هم که میتونم کتاب معرفی میکنم، تا جایی که میتونم از اون منبع به شما یه چیزی رو میگم و تا جایی که میتونم خودم تجربه‌ای که کردم و میام به اشتراک میذارم. از اینکه اضافه صحبت کنم و حرف مفید برای گفتن نداشته باشم فوق العاده من بدم میاد، نداشته باشم خیلی بدم میاد. و دوست دارم که همیشه این مفید باشه و همیشه انقدر اطلاعات کسب کنم که حرفی برای گفتن داشته باشم. این که توی این اجتماع خب بتونیم حرف مفید برای گفتن داشته باشیم خیلی مهمه. به خاطر همین من شاید زیاد کتاب میخونم. و راجع به حس خوب بعدش، تو وقتی که با حالا یک نفر یا توی یه جمعی مهمانی همکارات اینا دوستات جمع میشی و حرف مفید برای گفتن داری و اطلاعاتیه که ازش مطمئنی، مثلا میگی از فلان نویسنده، از فلان کتاب، از فلان مصاحبه، از فلان مقاله این علمی فلان چیز ثابت شده، خودم تجربهش کردم. خب میای اینو به بقیه میگی و اگر بقیه این اطلاعاتو ندونن و بدونن یعنی تو بهشون بگی و آگاه بشن، خیلی برای خودت لذت بخشه و خیلی حس خوبی بهت میده. میخوام بگم که یکی از لذت‌های زندگی، یکی از لذت‌هایی که حالت خوب بشه اینه که حرف مفید برای گفتن داشته باشی. حرفا که همینطوری بخوای حرف بزنی حرف داری، چه حرفای منفی، غیبت، دروغ، هر چیزی، ولی حرف مفید داشته باشیم برای گفتن. این خیلی مهمه. پس نتیجه میگیریم بریم دنبال موضوعی که دوستش داریم، مهارتی که دوستش داریم، میخواد تو هر زمینه‌ای باشه و راجبش آگاه بشیم، با منبع، با سند، با مدرک. اون آگاهیه که حالمون رو جدا خوب میکنه. اینکه به اشتراکش بذاریم، به بقیه بگیم هم حالمون رو خوب میکنه. و از همه مهمتر وقتی که توی جمعی هستیم، به جای غیبت، به جای دروغ گفتنه، به جای تهمت زدنه، به جای اینکه حرفای منفی بگیم، از بیماری‌ها حرف بزنیم، حرفای مفید داریم برای گفتن. چیزی که این روزها خیلی کم شده تو اکثر اکیپ‌های خانوادگی، دوستانه، همیشه داریم مینالیم، از منفی‌ها داریم صحبت می‌کنیم. بیاین اینجوری، من میگم حتی یک نفرم که شده تو قشنگ‌تر شدن جهان کمک می‌کنه. من چقدر این دستمو تکون میدم با حرف زدن.